سلام، من علیم و دوباره اینجام با یک ویدیو جدید. در ویدیو قبلی راجع به این صحبت کردیم که در شبیه خوانی ما چه هدفی داریم و اینکه اصالت تعزیه چیه یا همون شبیه خوانی، و توضیح دادیم که در واقع ما به جای تعزیه باید از شبیه خوانی استفاده کنیم. دلیلش هم گفتیم بهتون. و اینکه راجع به نوآوری در تعزیه صحبت کردیم و یک سری راهکارها بهتون دادم و ارائه کردم که اگر اجرایی بشه خیلی میتونه کمک بکنه به رشد تعزیه یا همون شبیه خوانی. خب امروز میخوایم بریم قسمت جدید رو با هم ضبط کنیم که یک قسمت متفاوت و اینکه راجع به یک بخشی از تعزیه صحبت بکنیم. چرا میگم یک بخشی از تعزیه؟ به خاطر این همچون در واقع همینطور که خودتون میدونید تعزیه از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده، مثل تئاتر، سوارکاری، گریم، صحنه و موسیقی و خیلی چیزا دیگه، نورپردازی، لباس، خیلی چیزای دیگه. امروز میخوایم راجع به یک موضوع اساسی صحبت کنیم، در واقع بخش موسیقی تعزیه و موسیقی از منظر تعزیه. خب بریم که شروع کنیم با هم دیگه این قسمت رو. توی این قسمت در واقع ما به 4 بخش تقسیم میکنیم کل موسیقی تعزیه رو. یکی ترومپت تعزیه هست، بخش اول. بخش دوم نی هست، نی 7 بند. بخش سوم سایدرام شبیه خوانی هست و بخش چهارم موضوع سیستم صوت و دستگاه در واقع سیستم صوتی حالا که انجام وظیفه اونجا میکنن. تو این 4 بخش میخوایم بررسی کنیم و نظرمو راجع به اینا بهتون بگم، زاویه دید خودم رو در واقع، و بدونید که چقدر جالبه. و در آخر هم این سری پیشنهاد بهتون میدم با کسایی که نوازنده ترومپت هستن، نوازنده شبیه خوانی هستن. در آخر همین ویدیو بهتون یه سری راهکارها و پیشنهادهای خیلی جذاب میدم که استفاده کنید و حالشو ببرید. خب راجع به ترومپت شروع میکنیم. ببینید ترومپت کلا چند تا بخش توی تعزیه ما بهش تقسیم میکنیم. یکی که در واقع شناخت گام صداها هست، همینطور من اینا رو نوشتم مثل دفعه قبل اون کاغذ خدمتتون رو میخونم که همه این موضوعات جا بیفته. خب و اینکه گام صداها رو ما باید بدونیم و اینکه در واقع گام صدا هم بستگی داره به اینکه کلا افراد توی چه سنی قرار دارن. مثلا اگر قبل از بلوغشون باشه، شما گام هایی که براشون میگیرید گام در واقع سول، گام لا یا گام سی هست. ولی اگر بعد از سن بلوغ باشه، معمولا گام دو، ر و گام می و شاید هم فا بهشون میخوره. و این گام هایی که نام بردم میتونید شما دیزشون هم اجرا کنید و حتی پارچه ترومپت رو بکشید بیرون یه خورده، پارچه بزرگ ترومپت رو، و اینکه یه مقدار بمولش کنید صدا رو. این کار هم میتونید بکنید. خب بریم سراغ قسمت بعد. گامو بهتون گفتم. بریم قسمت هماهنگی با تعزیه خونا که در واقع شما باید روند و فهرست تعزیه رو بدونید و اینکه قبل از تعزیه شما باید هماهنگی رو انجام بدید با خواننده‌ها که چه سبک‌هایی رو میخوان اجرا بکنن و در واقع چه نوع‌هایی رو میخوان اجرا بکنن، چه سکانس‌هایی رو حذف میکنن، چه سکانس‌هایی رو میخونن و غیره. که این همیشه هماهنگی قبل از در واقع چیزتون و اجراتون. و یه موضوع دیگه موسیقی ایرانی هست. شما توی کلا ترومپت یک ساز غربیه. خب ما خیلی به ندرت مثلا میتونیم نوازندگانی رو ببینیم که میتونن آقا سر و پرده بزنن، کرون بزنن، سبک‌های شرقی رو اجرا بکنن، ردیف آوازی و ایرانی رو بزنن، خب سوری بزنن، کرون بزنن، رو پرده، در واقع سوری میشه رو پرده، دیگه رو پرده
صدا میره بالاتر، کرون رو پرده صدا بمتر میشه. اینا رو در واقع با ترومپت نمیشه، چون این پیستون ترومپت در واقع یه جورایی طراحی شده که یک پرده و نیم پرده رو جواب بده و خیلی کم میتونه رو پرده رو اینا رو اجرا بکنه. بعد با لب تنظیم بکنید اینا رو و یه فرم خاصی داره که در واقع موسیقی ایرانی شما برمیگرده به ردیف آوازی که بعد بلد بشید و ردیف آوازی برمیگرده به قدرت بداهه نوازیتون. قدرت بداهه نوازیتون هم باز برمیگرده به اینکه گوش موسیقیاتون چقدر قویه و اینکه در کل حستون چقدر اون فضای موسیقی ایرانی رو درک کرده، مثلا دستگاه شور رو درک کرده و میتونه مانور بده روی اون. خب این میشه ترومپت. و یه بخش دیگه هم هست راستی، مارش ها و نوحه ها هست. مارش ها و نوحه ها شما هم میتونید آهنگ های تقلیدی رو اجرا بکنید، هم میتونید آهنگ های غیر تقلیدی رو بزنید که هر جفتش رو میتونید با حس خودتون و سبک شخصی خودتون پیاده بکنید. چجوری؟ باید تحریرها رو تغییر بدید، تغییر تحریرها، فواصل نوت ها، کشش ها و حالات در واقع آهنگ ها رو کم تغییر بدید. میتونید سبک خودتون رو هر جفتش، هم آهنگ های تقلیدی و هم آهنگ های غیر تقلیدی پیاده بکنید. این میشه بحث ترومپت تعزیه. میریم سراغ نی. نی چیز خاصی نداره، شما باید در واقع بخشایی که نی مینوازید توی تعزیه رو بشناسید و اینکه بدونید در واقع نی کجاها زده میشه و خیلی مهمه که در واقع نی کیفیت صداش خوب باشه و بتونه اون حق مطلب و صدای نی توی میدون توی گوش نوازنده مخصوصا باشه. این خیلی مهمه توی نی، وگرنه نی هم مثل ترومپته، شما باید در واقع همون چیزایی که واسه ترومپت گفتیم واسه نی هم بلد باشید. خب من یه لحظه نگاه کنم ببینم دوربینمون ضبط میکنه. خب آره خدا رو شکر ضبط میکنم. بریم سراغ قسمت بعد، یعنی سایدرام. ببینید سایدرام من نظر تخصصی راجبش نمیدم چون کار نکردم به صورت تخصصی، اما میدونم که در واقع سایدرام هم یکی که به تعداد وسایلی که میاره باید میکروفون داشته باشه حتما و صداهاش حالا میزون باشه و روند تعزیه رو بدونه سایدرام زن. خب سایدرام زن باید روند تعزیه رو بدونه، مثلا قسمت هایی که موافق خوانها یا مخالف خوانها در واقع قسمت هایی رو واگذار میکنن که تبال فقط باید بزنه. مثلا در تعزیه عباس وقتی که زینب میاد بالا سر امام میگه که خواب بودی دشمن آمد در حرم، طبل جنگ است که اشرار مخالف میزنن. اینجا یه تیکه حدوداً 4-5 ثانیه تبال میتونه یک مارش جنگی رو بزنه که در واقع اون حس چیز منتقل بشه. و جای دیگه بر روند تعزیه رو بدونه کجاها بزنه، کجاها کمتر بزنه، ریز بزنه، کجا نزنه، چه جوریه. این از این. قسمت آخر سیستم صوت و مهمترین بخش کل تعزیه ما این سیستم صوت لامصبه که یعنی من هر چقدر از این سیستم صوت بگم هنوز جا داره واسهتون. ببینید این سیستم صوت کل تعزیه رو سیستمه. خب یعنی سیستم صوتی حالا دایناکورد هر چی که هست، بجز کیفیت صدا، بلندی صدا، یک عامل مهم دیگه هم هست و اون بالانس بودن صدا هست. خب یعنی ببین شاید صدای ساز عالی باشه تو میدون، خب بلندیش، کیفیتش، گینش، همه چیزش خوب باشه. گین میشه حساسیت میکروفون، اگر نمیدونید چیز خاصی نیست. اوکی باشه صدای ساز تو میدون، اما صدای خواننده توی، چون با در واقع ساز وقتی با میکروفون باسی میزنه ذاتاً صداش کمتر از میکروفون بیسیمه. میکروفون بیسیمه یکم قوی ترن. خب صدای خواننده اصلا صدای ساز رو غالب بشه بهش و بخوره که این در واقع اشتباه هست و باید یه جوری اصولی تنظیم بشه این سیستم صوت. صدای خواننده، صدای نوازنده، سایدرام، صدای سایدرام باید کمتر از ترومپت باشه. باز تو خود وسایل سایدرام باز متفاوته، باید اینا رو بلد باشه اون کسی که میخواد تنظیم بکنه
و به نظر من صدای ساز باید همتراز با صدای خواننده و اون کسی که داره میخونه باشه. و اینکه چیز خاصی دیگه نداره. میریم سراغ پیشنهادات و اینجور چیزا. چند تا پیشنهاد میخواستم بهتون بدم. ببینید، یکی که برای کسایی که نوازنده عرصه شبیه خوانی هستن، مخصوصا ترومپت و نی، ببینید یک در واقع نظافت سازتون خیلی بهش اهمیت بدید و اینکه بعدا حالا یه ویدیو میسازم چجوری سازتون رو نظافت کنید کامل بهتون یاد میدم. اما نظافت سازتون خیلی مهمه و اینکه تو دهه محرم مواظب سرسازتون باشید، به کسی ندید، اگه میدید ضدعفونی کنید بدید و بعد ضدعفونی کنید تحویل بگیرید و حتما قبل از تعزیه تعداد میکروفونی که نیاز دارید رو و یه باند اکتیو به سرپرست گروهتون اعلام بکنید که آقا ما نیاز داریم، تهیه کنن براتون، که خیلی مهمه. و اینکه مثلا تعداد میکروفون واسه خودتون و ساید رامزنتون، مثلا ساید رامزنتون حالا 2 تا میکروفون نیاز داره، 3 تا نیاز داره، 4 تا نیاز داره، 5 تا نیاز داره، هر تعداد میکروفون نیاز داره به اضافه میکروفون خودتون اعلام بکنید موقع میکروفون رو نیاز دارین و یه باند هم باید تو گوشمون باشه. و اینکه این یه موضوع دیگه هم باز جایگاهتونه، جایگاه گروه موزیکی که آقا میتونید در واقع یک حالا روی سکوی یک جایگاهی باشه یا اگر هم نبود اوکی یه فرشی قالیچه می‌نازین زیرتون یا بغل دیوار میشینید که هم از لحاظ راحتی راحت باشید خودتون و هم از لحاظ در واقع متمایز بودن با بقیه افراد گروه موزیک تعزیه متمایز باشه. شما این که ببینید در نهایت باید به سبک شخصی خودتون برسید. خب توی نوازندگی هر کار که میکنید در نهایت شما باید به حس شخصی خودتون، سبک خودتون و سبک شخصی خودتون رو بنوازید. حالا هر جوری میزنید، هر کار میکنید و اینا مستلزم تقویت گوش موسیقیاییتونه و گوش کردن موسیقیای زیاد و افزایش حس بداهه نوازیه، مخصوصا تو ردیف آواز ایرانی و تو موسیقی ایرانی. شما باید موسیقی زیاد گوش بکنید، حستون رو قوی بکنید، تقویت بکنید، گوش موسیقیتون رو قوی بکنید تا بتونید موسیقی ایرانی بزنید. چون خیلی من میگن آقا من دستگاه موسیقی رو میشناسم، بلدم، ولی نمیتونم بزنم. خب علتش همینه، گوش موسیقیاییت ضعیفه داداش، برو قویش کن. و چیزیه که همتون میتونید بزنید، چیز ردخور نداره. موضوع بعد اینکه حتما قرارداد بنویسید، چه واسه یه تعزیه چه واسه 100 تا تعزیه. و اینکه نکات قرارداد نویسیدم اگه علاقه دارید بدونید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید و چه چیزهایی رو ریز به ریز بدونید. نکات بسیار کاربردی و بسیار عالی رو طبق تجربه‌ای که دارم من توی پیج اینستاگرامم که این در واقع این بالا واسهتون زیرنویس میشه، میتونید تشریف ببرید، هم واسه مشاوره رایگان هم واسه در واقع هایلایت آموزش تعزیه مشاهده بکنید. این جلسه این فایل هم تموم شد و اینکه دوستتون دارم و مراقب خودتون باشید.